بزرگواران گران ارج، دوستان ارجمند، سخی صمیم باز هم به خدمت شما قرار دارم و چند جمله ای را پی هم گذاشتیم و می خواهیم خدمت شما تقدیم کنم و به گونه سابق از تقصیرات خود عفو می خواهیم. شما به بزرگواری خود مرا طرف رحمت قرار بدین و از تقصیراتم درگذر شوین. عنوان گذاشتیم به این جملات: در جستجوی آرامش زندگی. رنج فلک گسختم، جنگلزاری گزیدم. رنج فلک گسختم، جنگلزاری گزیدم. دیدم پلنگ آنجا به بیشهش خفته بود. دیدم پلنگ آنجا به بیشهش خفته بود. رفتم درون شیشه با محفظه محصور. رفتم درون شیشه با محفظه محصور. آنجا رقیبی دنی به سنگر نشسته بود. آنجا رقیبی دنی به سنگر نشسته بود. گفتا تو را چه کار است به این جای مخوف؟ گفتا تو را چه کار است به این جای مخوف؟ گفتم روزگار بد طالعم کشیده بود. گفتم روزگار بد طالعم کشیده بود. می خواستم فرار کنم، از مرگ حتمی دیدم. می خواستم فرار کنم، از مرگ حتمی دیدم. آنجا دشمنی دیگر در کمین نهفته بود. آنجا دشمنی دیگر در کمین نهفته بود. فرصتی دیده خود را به دریای فکندم. فرصتی دیده خود را به دریای فکندم. نهنگی دیدم آنجا دهن باز خزیده بود. نهنگی دیدم آنجا دهن باز خزیده بود.
از سلطه ترس آنجا بر درختی جهیدم، از سلطه ترس آنجا بر درختی جهیدم. ندانستم صیادی در کنج خمیده بود، ندانستم صیادی در کنج خمیده بود. یک انسان جنگلی با ترصد در زمین، یک انسان جنگلی با ترصد در زمین، با طناب و تبری فرصتی سنجیده بود، با طناب و تبری فرصتی سنجیده بود. چانسی میسرم شد با نیرنگ فرار کنم، چانسی میسرم شد با نیرنگ فرار کنم. مرد جهان دیده‌ای به کمک رسیده بود، مردی جهان دیده‌ای به کمک رسیده بود. مرد متین که پرسید علت ماجرا چیست؟ مرد متین که پرسید علت ماجرا چیست؟ گفتمش صادقانه هر آنچه گذشته بود، گفتمش صادقانه هر آنچه گذشته بود. این مردی ملکوتی آهی کشید و گفتا، این مردی ملکوتی آهی کشید و گفتا، صداقت عنقا شده تو را کس نگفته بود؟ صداقت عنقا شده تو را کس نگفته بود؟ برم گفت در کمینگاه اجل بردی وجود ندارد، از کمینگاه اجل بردی وجود ندارد. در قمار زندگی دیدی همه باخته بود، در قمار زندگی دیدی همه باخته بود. از اعتماد به هر کس با حذر باشی صمیم،
از اعتماد به هر کس با حذر باشی صمیم. در زمان کوتاهی گل هم با تو ساخته بود. گل زمان بسیار کوتاه داره، به خوبی همراهت میسازه. از اعتماد به هر کس با حذر باشی صمیم. در زمان کوتاهی گل هم با تو ساخته بود. تقویم زندگی را دوباره رقم بزن. تقویم زندگی را دوباره رقم بزن. تجربه عمل بین، بر تو همه تاخته بود. تجربه عمل بین، بر تو همه تاخته بود. رنج فلک گسختم، جنگلزاری گزیدم. دیدم پلنگی آنجا به بیشه‌اش خفته بود. دیدم پلنگی آنجا به بیشه‌اش خفته بود. رفتم درون شیشه با محفظه محصور. آنجا رقیبی دنی به سنگر نشسته بود. آنجا رقیبی دنی به سنگر نشسته بود. دوستان و بزرگوارانم، خدا کنه خسته نشده باشین. عفو بکنین مرا، از تقصیراتم درگذر شوین. تا دیداری آینده شما را به خدا میسپارم.